توحید ربوبیت چی را میگن؟ توحید افعال میگن که ما افعال خالق متعال بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم و فامیل ما مطابق از او زندگی بکنه. مطابق توحید ربوبیت. اکثر مردم در سابق میگفتن که مردم توحید ربوبیت میگفت کلگی میفهمن، در الوهیت مشکل داره، لکن آل مشکل در توحید ربوبیت هم مشکل است. توحید ربوبیت قواعدش چی است؟ قاعده اولی است گفتیم که دست خود نشان میدیم که اول افعال خالق بشناسیم. افعال کی رو بشناسیم؟ خالق متعال بشناسیم. دوم قاعده چی بود؟ که افعال مخلوق بشناسیم. این قاعدهش است که اگر تو میخوای که توحید ربوبیت درست بفهمی، اول باید افعال خالق بشناسیم، دومش افعال مخلوق بشناسیم، سومش گفتیم که افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم، چهارمش چی بود؟ که افعال مخلوق به خالق نسبت ندیم، و پنجمی قاعده ای بود که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم.